من بعد محصلین در شهر دوشنبه تنها بعد تفتیش داخل سمکه هایشان به مکتب یا دانشگاه راه می‌یابند. تجربه مذکور علاقه در چند مکتب و دانشگاه پایتخت راه اندازی شده. شاگردان پیش از ورود به مؤسسه از تفتیش اسکنر یا دستگاه مخصوصی پیدا کننده آهن می‌گذرند. مسئولین این تصمیم را به خاطر تأمین امنیت محصلین مهم می‌شمارند، اما برخی والدان تفتیش سخت در لحظه‌های پیش از شروع درس را یک اندازه مشکل زا می‌نامند. مسئولین می‌گویند تدبیرهای احتیاطی به خاطر جلوگیری از ورود تلفن‌های موبیل و هم احتمالی وارد شدن کارد و وسایل دیگر خطرزا به جان انسان‌ها گرفته شده‌اند. این هم در حالی است که شروع از سال نو خوانش در بسیار صنفخانه‌های دانشگاه‌های پایتخت تاجیکستان کامراهای نواربرداری به کار انداخته شده. جریان درس هم تحت نظر دستگاه‌های نظارتی می‌گذرد. همکنون والدین محصلین نیز حق ندارند بدون دعوت وارد مکتب شوند. مسئولین شدید شدن این چاره‌های ورود به مکاتب و دانشگاه‌ها را به خاطر تأمین امنیت محصلین کاری ضروری می‌شمارند. همکنون مسئولین مکتب رقم 20 پایتخت برای تفتیش خوانندگان نه کارمندان ملیسا بلکه شرکت محافظتی خرس نگهبان را جلب کرده‌اند. یکی از پاسبانان این شرکت که حق بردن نامش را ندارد گفت همه روز از خوانندگان مکتب تا 8 تلفن موبیلی پیدا می‌کنند. هرچند به گفته این همصحبت رادیو آزادی تا حال تلاش وارد کردن اسباب‌های ضرررسان به قید گرفتن نشده است. مقامات تاجیک در چند سال اخیر تلاش دارند از زد و خورد در میان خوانندگان و هم استفاده تلفن‌های موبیلی از سوی آنها جلوگیری کنند. به این خاطر در سال روان برای جوانان چندین محدودیت‌ها جاری شد، به خصوص بعد از مناقشه گروهی جوانان در آغاز سال جاری در دوشنبه که به کشتار 2 نفر انجام یافت. مکان‌های فراغتی جوانان و نورسان از جمله اینترنت کافه‌ها زیر نظارت گرفته شده‌اند. ماه فوریه مقامات در بعضی از مرکزهای بوکمیکری را نیز با هدف سنجش فنی شرایط کاری آنها بستند. اقدام اخیر زیر ضربین قرار گرفتن محصلین پیش از ورود به مکان‌های تعلیمی نیز از این گونه اقدام‌های مقامات نام برده می‌شود. تحلیلگران می‌گویند اگر هدف مقامات از تفتیش محصلین پیش از ورود به مؤسسه‌های تعلیمی جلوگیری از زنازنی میان آنهاست، پس وضع به تغییر باقی می‌ماند. با گفته کارشناسان زنازنی میان خوانندگان به هیچ وجه در داخل مکتب صورت نمی‌گیرد و مقامات باید راه‌های دیگری حل مسئله را جستجو کنند. از سوی دیگر با نگاه به حادثه‌هایی که در نقاط دیگر جهان می‌گذرد، برخی والدان ضد نیستند که چنین چاره‌های امنیتی پیاده شود.